سلام، به روز چهارم از چالش 75 روز با من. خیلی خیلی خوش اومدین. امروز هم مثل همیشه من اول تختم مرتب کردم، بعد برنامه ریزی کردم برای روزم. بعد برنامه ریزی مستقیما رفتم سراغ یوگا و اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشین میدونین که من یه روز در میون برنامه‌ام یه جاهایش تغییر میکنه. من توی روز چهارم کلا رو دور تند بودم. اول یه سری کارا برای دوستم باید انجام میدادم که اونا رو آماده کردم. بعدش اومدم دوره آموزشیمو دیدم، بعد اومدم اتاقمو جارو کشیدم و تی کشیدم پشت بندش و سریع هول هولکی ناهار آماده کردم و بعدم رفتم باشگاه. تا اینجای کار که 4 روز گذشته میتونم بگم که خیلی هنوز حس خوبی به این چالش دارم و اصلا خسته نشدم و احساس میکنم نصف بیشتر این که خسته نشدم مال اینه که یه روز در میون یه سری جاهای برنامه‌ام تغییر میکنه و اون احساس تکراری بودن رو بهم نمیده. بعد باشگاه گینر خوردم. این گینری که میخورم و نمیدونم اسمش چیه، دوستش ندارم، خیلی شیرینه. به خاطر همین باید زیاد تو شیر بریزم و وقتی هم که زیاد تو شیر میریزم شیر خیلی راحت وزن آدم و الکی الکی میبره بالا. به خاطر همین تا گیر نیفتم و چیزی نداشته باشم برای خوردن سمت این گینر نمیرم. ولی خب امروز گینر خوردم و همجور که ببینین انقدر که این گینر همینجوری شیرینه و دل آدمو میزنه، من بازم پشتبندش شیر دوباره ریختم توش که بتونم بخورم. توی این 4 روز گذشته من قبل ساعت 4 همه کارامو انجام میدم و همینش خیلی حس خوبی بهم میده، چون من اصلا شبا حوصله کار انجام دادم ندارم و بیشتر دوست دارم که یه جا چیل کنم و برای خودم باشه تایمم. قصد نداشتم که تو این چالش کتاب بخونم، برای همینم نیاوردمش، ولی از کتاب هایدی خیلی خوشم اومده و دارم میخونمش، دوستش دارم. و آخرین کاری هم که انجام دادم این بودش که عکس گرفتم از خودم و شکرگزاری کردم و این استیکرم کندم. صبح روز پنجمه و من امروز انقدر انرژی دارم که ویدیو گرفتنم و از همین جا شروع کردم. برای کسایی که نمیدونن، چون من تیروید دارم، هر روز صبح باید با دل خالی یه دونه قرص بخورم و 1 ساعت صبر کنم که جذب بشه، بعدش برم سراغ صبحونه. این گلدونم که میبینین در اصل جاش اینجاست، ولی من میذاشتمش پشت پنجره چون فکر میکردم آفتاب روش نمیفته، چون من هیچ وقت ساعت 7 صبح بیدار نمیشدم و از روزی که دارم بیدار میشم میبینم که ای خدا این جاش خیلی خوب بوده، همیشه آفتاب داشته، فقط من بیدار نبودم که ببینم آفتاب داره. این ریسه هم که به اون بالا چسبونده بودم اینجوری کنده شده بود امروز صبح و خیلی ناگوار بود. مثل همیشه بعد از مرتب کردن تخت میریم سراغ این که بخوایم برای روزمون برنامه ریزی کنیم و مثل همیشه اولین کاری که از داخل برنامه‌مو انجام میدیم اینه که یوگا کار کنیم. اون موقع صبح یوگا کار کردنم خیلی جذاب نیست، برای همین ویدیو نمیگیرم. اون CD که من هر روز صبح رو CD پلیرم دارم و روشنش میکنم، یه آهنگ خیلی تابستونی و بهاری روشه و کل بهار و تابستونم و من با این آهنگ شروع کردم. خیلی خسته شدم ازش و وقتی که داشتم دنبال آهنگ پاییزی و اینا میگشتم یهو چشمم خورد به یه سری عکس از اسنوپی و یه ایده به سرم زد. اومدم این چند تا از عکساشو اول چاپ کردم، بعد روی اون CD که میخواستم آهنگ پاییزی رو رایت کنم یه دونه عکس خوشگل و بامزه از اسنوپی چاپ کردم و وقتی که از دستگاه اومد بیرون خیلی بامزه شده بود. اصلا حس نوستالژی بهم میداد. اسم کردم دوباره یه CD کارتون خریدم و میخوام بذارم و کارتون ببینم. ولی خب CD رو گذاشتم رو لپتاپ و بعدم رایت کردم تا رایت میشد اینا رو برش دادم و این مدلی یه دونه آلبوم اسنوپی درست کردم دیگه. اصلا خیلی خفن شد، خیلی دوستش دارم، اصلا خیلی خوبه، خداست خدا، خیلی دوستش دارم. اینجا هم اومدم اون CD تابستونی رو در آوردم و بالاخره آهنگ جدید دارم. اینجا خدا میکردم که فقط بخونه، چون موقع رایت یه ارور داد، نمیدونم ارورش چی بود، فقط میخواستم بخونه، امیدوار بودم که بخونه چون حوصله نداشتم روی یه CD دیگه چاپ کنم. این قسمت از اتاقم تابستون امسال برای 2 مرغ عشق بود که واسه خواهرزادم بود، اینجا پیش من بودن و حالا که نیستن من اینجا رو یه جای دنج کردم واسه پاییز و زمستون. خیلی دوستش دارم، خیلی بامزه شد، انقدر که کل روزمو دوست داشتم که این قسمت بگذرونم. قسمت بعدی برنامه روز من اینه که بشینم سناریو بنویسم
و نشستم همینجا همین گوشه واسه خودم سناریو نوشتم. خیلی احساس ناکافی بودن، احساس ضعیف بودن به خودم میدم موقعی که دارم سناریو مینویسم و هیچ کدوم از سناریوهام به دلم نمیشینن. یه روز خیلی دوستشون دارم، یه روز اصلا دوستشون ندارم. اون 45 دقیقه از روزمو که قرار بود نقاشی کنم و اومدم توی یه ویدیو دیگه ضبط کردم و گذاشتمش جدا توی کانال یوتیوب و الان حاضره و میتونیم بریم ببینینش. کلا آموزشش دادم. چون هنوز 20 دقیقه از وقتم مونده بود، برای اینکه از زیر کار در نرم اومدم نشستم جدا باز یه سری چیزای دیگه نقاشی کشیدم که الکی وقتمو هدر نداده باشم. آخرین کار سنگینی هم که من توی طول روز داشتم این بودش که بخوام این دوره آموزشی رو کار کنم و اومدم قبل ساعت 4 کلا تمومش کردم. روز 5 من با شکرگزاری و عکس گرفتن از خودم و در آخرم خوندن یه مقدار از کتاب هایدی تموم شد و بعد گرفتم خوابیدم. خوش اومدین به صبح دلانگیز روز 6. تا اینجا که برا من چالش خاصی پیش نیومده که بخوام اینجوری باشم که صبح نخوام بیدار شم یا اینکه خسته باشم و فلان و اینا. تا جایی که بتونم سعی میکنم طبق اون چیزی که هست و باید پیش برم و اصلا از زیر کار در نرم. امروز هم طبق معمول اون کارهایی که دیدین رو انجام دادم و به علاوه یوگا و قبل اینکه بخوام صبحونه بخورم یه دونه از این قرص جوشانای ویتامین C خوردم، چون که شنیدم خوبه قبل صبحونه بخوری. روزی که من اینا رو میچسبوندم به دیوار اصلا حواسم نبود که من دارم وارد زمستون میشم و دقیقاً چسبوندم پشت لوله بخاری و نمیدونم چیکار کنم. اصلا هیچ ایده ای ندارم که دقیقاً باید چیکارشون کنم، ولی خب من 2 گل گذاشته بودم داخل آب که ریشه کنن، بعدش بخوام اینا رو بکارم داخل گلدون. و قبلا خیلی قبل‌تر، یه حدود 4 سال پیش، خیلی آدم باغبون تری بودم احساس میکنم، چون الان یادم نبود که دقیقا چقدر باید این گل ریشه داشته باشه که من بتونم بکارمش توی خاک. ولی به خاطر اینکه اون فضای میز با مزه رو درست کردم اون گوشه، خیلی دوست دارم که هرچه سریعتر بخوام یکی از این گلا رو بکارم توی خاک و دقیقا نمیدونم این ریشه مناسب بود یا نه، ولی من کاشتمش توی خاک. امیدوارم که خراب نشه چون خیلی دوستش دارم و خیلی به اون میز میاد. من این قسمت از قفسه‌مو که مربوط میشد به این قسمت از فضای بامزه رو احساس کردم که عکس کم چاپ کردم، به خاطر همین دوباره یه سری عکس جدید چاپ کردم و چسبوندم، اون گله رو گذاشتم و اومدم سراغ اون دوره آموزشی که داشتم میدیدم. بعد از نهار و کارهای خونم رفتم باشگاه. بعد از خوندن کتاب و شکرگزاری و عکس گرفتن، روز 6 منم همینجا تموم شد و ولاگمونم تا اینجا تموم شد. منتظر قسمت‌های بعدی باشین. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. خدافظ.